90% مردم بدون اینکه بدونن سیم برق تقلبی میخرن. تو هم یکی از اونها هستی؟ ساده ترین و بهترین کارش اینه که این کد 10 رقمی استاندارد رو پیامک کنید به این شماره 101517. حالا خیلی‌ها میگن آقا اگر مثل این سیم هیچ علامت استانداردی روش نبود چیکار کنیم؟ یه روش اینه که خیلی‌ها میگن آقا خب این دو تا سیم هر دو تا 2.5 باید وزنشون یکی باشه، ولی این خیلی مورد اطمینان نیست. چرا؟ برای اینکه ببین اینم سیم 2.5 اینم سیم 2.5 ولی ضخامت روکش اینو ببین کمتره، ضخامت روکش این بیشتره. پس این اومده وزن رو با روکش جبران کرده، سنگینش کرده. یه روش دیگه اینه که آقا سیم اصلی انعطاف پذیرتره و روکشش اگر خم کنی هیچ اتفاقی براش نمیفته، اما سیم تقلبی رو اگر خم کنی ببینید سفید شد، تغییر رنگ داد، یعنی این روکشش هم روکش مالی نیست. یه روش دیگه هم تست شعله است. ببین این سیم اصلی رو شعله رو بهش میگیری، وقتی شعله رو ازش دور میکنی خودش خاموش میشه، ولی سیم تقلبی رو شعله رو بهش میگیری خاموش نمیشه. میبینید که شعله ادامه پیدا میکنه و آتش سوزی به وجود میاد. یه روش دیگه هم اینه که بخوای تشخیص بدی چقدر سیمش مس داره یا آلومینیوم تقلبیه، این شکلی شعله رو بگیری به این رشته های داخل سیم. خب ببینید اینو الان من شعله گرفتم، این سیاه شد فقط، میبینید این فقط سر سیما رنگش تغییر کرد. اگر یکم اینا رو بتراشیم دوباره به رنگ اولش برمیگرده. اما سیم تقلبی ببینید سیما همه ریخت، یعنی همش آلومینیومه، هیچی مس نداره. ببین فوت شد و ریخت. آقا اصلا خود تو چرا اینقدر دردسر بدی و این همه تست بکنی؟ راه سادهش اینه که از یه برند معتبر خرید کنی که مطمئن باشه